به نام خدا، درود و صلوات به فرستاده او. سلام و درودی به پایان بینندگان عزیز. باز فرصت پیغمبر درود و صلوات بر او برای ما اشاره میکنند. مژده برای اون نفرانی که فریب شیطان خوردند. مژده برای اون نفرانی که شیطان اونها را مایوس گردانیده است. مژده برای اون نفرانی که شیطان اونها را ناامید گردانیده است. پیغمبر چی میگوید؟ پیغمبر خدا درود و صلوات بر او میفرماید نمازهای پنجگانه از جمعه تا جمعه و از رمضان تا رمضان گناه ها بخشیده می شوند به جز گناه های کبیره. یعنی پیغمبر خدا میفرماید هر نفر 5 وقت نماز میخواند و اگر رفت و با این 5 وقت نماز خواندن گمان کرد که یا اینکه شیطان وسوسه کرد که گناه های تو حالا بخشیده نشیدن، باز فرصت دیگر میتیه. باز یک فرصت دیگر به تو میتیه که بر ضد شیطان مبارزه بری. پس در 5 وقت نماز اگر گناه های تو بخشیده نشید، ناامید نباش. پس تا جمعه دیگر انتظار باش و بر ضد شیطان مبارزه بر. و اگر رفت و شیطان و تو وسوسه کرد که حالا گناه های تو پاک نشیدن، پیغمبر خدا میگه به شیطان بگو که باز رمضان در پیش است. یعنی از این رمضان تا اون رمضان گناه ها بخشیده می شوند به جز گناه های کبیره. گناه های کبیره حق والدین، حلال حرام دانستن و حرام حلال دانستن، شرک به خدا کردن، به جز اینا گناهات همش بخشیده می شوند. مژده بر تو از جانب رسول اکرم، درود و صلوات بر او. مایوس و دل شکسته نباش، مبارزت و بر ضد شیطان دوام ده.